روز 27 مارس به مناسبت عید نوروز در موضع چنور در کنار شهر پنجکن با اشتراک چوبندازان از سراسر تاجیکستان و جمهوری همسایه ازبکستان مسابقه بزکشی دایر شد. جایزه اساسی این مسابقه اتومبیل تمغه لسیتی بود که از نام رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده گذاشته شد. از نام رئیس ولایت باز چند تحفه دیگر، تلویزیون، یخدان و ماشینه جامشویی نیز به چوبندازان تقدیم گردید. چند نفر از اشتراکداران بزکشی به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که شوجایزه را چون هر اسب رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شایان صاحب شده است. خود شایان که همزمان رئیس فدراسیون پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان نیز است در منبر حضور داشت و جایزه ها را به چوبندازان غالب تقدیم کرد. ولی بسیاری از چوبندازان از بی‌عدالتی در جریان این بزکشی شکایت کردند. آنها میگویند راننده ماشینی که سالم را در بین میپرتافت به تقلب راه میداد و سالم را به دست آدمان خود میداد تا که آنها سالم را بدون رقابت به دست آورده راست به مرا برند. شهردار پنجکن خبر داد که این مسابقه بزکشی در جماعت دهات چنور بزکشی در اساس دستور رئیس ولایت سوخت از جانب شهرداری پنجکن در همبستگی با فدراسیون پایگاه و بزکشی تشکیل شد. در آن معاون رئیس ولایت سوخت ظریف میردادا، رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده و رئیس فدراسیون پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان شیر محمد شایان اشتراک و سخنرانی کردند. شهرداری گفت غالبان با تحفه‌های خاطروی از جمله یک اتومبیل، یخدان، تلویزیون و قالین، اسب و شتر و مکافات پولی ها سرفراز گردانیده شدند. به گفته شهرداری در پنجکن به رشد اسب‌پروری توجه مخصوص ظاهر گردیده، همه ساله جهت افزون نمودن سرشمار اسب‌های ذاتی تدبیرها اندیشیده می‌شوند.